سلام گوگلی مگولیا، حالتون چطوره؟ خب امروز یک ویدیویی داریم که شاید زیاد مناسب مسلمانان عزیز نباشه، گرچه اکثر مسلمانایی که تو ایران هستن ما بهشون میگیم اسلام ارثی. یعنی شما ممکنه اصلا تفکر و اعمالت به یک مسلمان نخوره، اما خب چون از بچگی عادت داشتی نماز و روزه و اذان و اینا، خب فکر میکنی یه چیز مقدسیه و همه باید احترام بذارن. خب زرش این بیلاخال لایک نیستش. خب بچه این پیج مثل این که به درد مسلمونا میخوره، میخوایم یکم قلقلکش بدیم، نه اینکه کرم داشته باشیم. نظر صادقانه رو بهتون میگم بچه، honest reaction. You know that plucking eyebrows is haram and one of the major sin. Prophet Muhammad said, Allah has cursed the woman who plucks eyebrows and the one who has it done for the purpose of beauty, altering the creation of Allah. How bad it would be to have curse of Allah on oneself. Stop this today. Do save and share this video. خب مثل این که ویدیو مربوط به برداشتن ابرو بوده. بذار ببینم عکسی دارم از دورانی که ابروهام نگرفته بودم یا نمی گرفتم بهتون نشون بدم. خب ما 2025یم دیگه، این برای 2019 هستش، یعنی برای 6 سال پیش این عکس. خب من اون موقع ابروهامو نمی گرفتم. الان خداوند میگه تو ابروهاتو میگیری که زیبا بشی، خوردی، داری تو خلقت من تاثیر میذاری. ابروهاتو نگیرید، خانمایی که تو خونه هستید ابروهاتون رو میگیرید، خداوند شما لعن کرده. محبوب ترین عمل said, the most beloved deed to Allah. When you hear that statement, I'm sure your mind is thinking salah, siyam, reading Quran. Listen to this narration. The most beloved deed to Allah subhanahu wa ta'ala is to make another Muslim happy. Allahu Akbar. You are so important to Allah that He told His Prophet ﷺ to teach us all. To make you happy is the best deed that someone can do. یعنی الان یک مسلمان باید مسلمان دیگر رو خوشحال بکنه. چرا نگفتی یک مسلمان مردم رو خوشحال بکنه؟ ببخشید، کسایی که مسلمان نیستن آدم اصلا حساب نمیان. حتی گفته شده اگه شما میتونید با دروغ گفتن جون یک مسلمان رو نجات بدید، میتونید همچین کاری بکنید. با اینکه دروغ یک گناه کبیره است، اما جان مسلمان در خطر باشد میتوانید از این عمل استفاده بکنید. من واقعا حرفی ندارم، منو یاد ایدئولوژی نئونازی میندازه که فقط ما آدمیم، شما منم نیستی. جایگاه زن، اسلام زن را گرامی می‌دارد. چشم، ببینیم چی میخواد بگه. یک روز مسلمان رو من گفتم برایش که هر تصمیمی که گرفتی با زن خود مشوره بکن. و با من چی میگه؟ مولوی صاحب با زن مشوره بکنم، با زن مشوره بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مشکل پیش میشد با زنان خودشان مشوره میکردن، ولی مسلمان این روز به جای رسیده که از رسول خدا فهم. عجب عکسی هم گذاشته. اصلا این آیفون نیست یا من خیلی گاوم یا این واقعا آیفونه دیگه، چون من تشخیص دیگه ای ندارم. احساس میکنم پشت کاورش هم مشخصه. چرا اکثریت مسلمان‌ها به جز گداگشنهاش، دلم به حال اونا میسوزه که احمقن، از آیفون استفاده میکنن؟ تکنولوژی امریکایی شیطان کفی است. مثلا چرا سامسونگ نه؟ مثلا بعد میگن به تو چه ربطی داره، دخالت نکن. با عقلش در نمیاد دیگه. چطور آیفون داری؟ بعد نمیفهمم، من نمیدونم میفهمید منظور منو یا نه. همش بالا شدن، اعوذ بالله. ای مسلمان تو هنوز دانستی زن چی تعریف داره؟ تعریف زن رو گوش کن. زن ایمان مرد، زن تقوای مرد، زن پرهیزگاری مرد، زن مسکن مرد، زن لباس مرد، زن آرامش مرد، زن سدال مرد. این تعریف در اسلام زن دارد. ولی ما چه تعبیر از زنان کردیم؟ اتفاقا تعبیر اگه هر چقدر بدتر با زن برخورد بکنی، به نظر من بیشتر متصل میشی به اسلام. یعنی با عقل جور در نمیاد. زنان کیسار مردان هستن مثلا، دیگه از قرآنته. رسول مسئولم نیست، میدونی؟ رسول رسول بیاد نجاتمون بده. رسول زن یعنی نوکر، زن یعنی مزدور، زن یعنی حق حرف زدن نداره. همینه آخه همینه، جدی همینه. خب یعنی هیچ چیزی غیر از این نیست.
یک روز خب این ویدیو تموم شد. ما میایم کتاب که آره دیگه کتاب حساب میاد، نقد قرآن از دکتر سوها اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم رو باز میکنیم. کتاب برای سال 93 هستش. اینجا میتونیم چیزایی پیدا کنیم. اینجا کل قرآن رو تقریبا میشه گفت برده زیر سوال. فعلا ببینم راجع به زن چیا داره. زنان حلال بر محمد، تصاحب زنانی که خود را به محمد هدیه میکردند، بردهگیری زنان و تجاوز به آنها. موارد دیگر این هیچی به پایین‌تر. این دیگه چیا داره؟ خیلی چیزا داره بچه‌ها. زنان باید از شوهرانشان اطاعت کنند، زنان باید در خانه بنشینن و فعالیت اجتماعی شرکت نکنن، هم کاری که افغانستان میکنه. واسه همین من میگم افغانستان یک کشور فوق‌العاده مذهبگرا هستش، یعنی واقعا اسلام ناب محمدی از اونجا میتونی پیدا کنی. زنان مزد میگیرن تا وسیله لذت جنسی مثلا مردان باشن. اینا فقط متن نیست بچه، نگاه کن شماره کتابم نوشته، حالا یکیشون رو میریم میخونیم. این آیه نیز زنان را در حد بردگان شوهر قلمداد میکند. زنان موظف به اطاعت از شوهرند، همونطور که برده چنین است. زن پرانتز همسر خوب کسی است که مطیع شوهر باشد و در صورت ترس از عدم اطاعت زن، شوهر باید زن را بزند. عالی بود رفیق، جایگاهت فوق‌العاده بود. ترساندن دیگران در اسلام ممنوع است. دست در نکن، عجب توصیه خفنی کردی رفیق. What's that? What's happening? What's wrong with him? What's wrong? He's gonna hurt me. He's dead. I can't do it. Oh my God. He's gonna get my car. Where's your car? خب این که یه کشور غربیه، کار نداریم. میخواد بیاد بگه کار بدیه. آره منم خوشم نمیاد یکی بترسونی. خب البته باز بستگی داره. اون ویدیوها معمولا از قبل تعیین شده است. البته خب مثل ایرانی‌ها خوب بلد نیستن بد بازی کنن و خب خیلی طبیعی تره مسلما. بعد اینجا یه چیزی نوشته، من نمیتونم عربی تلفظ کنم، ببخشید از این نظر فلجم که ناراحتم نیستم. برای هیچ مسلمانی جایز نیست که مسلمانی دیگر را بترساند. بازم شد مسلمان. یعنی برای هیچ مسلمانی جایز نیست که مسلمانی دیگر را بترساند. یعنی من مسلمان نبودم اشکال نداره، با بمب و موشک و ماسک و نمیدونم تیر و هر چی خواستی منو بترسون، آدم حساب نمیام چون مسلمان نیستم. ممنونم. Thinking too much. زیاد فکر میکنی. خب Your iman is weak. That's why you are suffering. When your iman is weak, do you know what happens? You start thinking, what's going to happen to me, my future? یعنی چی میگه؟ زیاد فکر نکن، بذار کامل ویدیو رو ببینیم چه بلایی سرم میاد، آیندهم چه میشه. خب اینا طبیعیه، اینا باید به فکر یک انسان بیاد. ببین چی میخواد بگه. عجب سیبیل خفن، سیبیل ریشش رو نگاه کن با خطکش درست کرده. You stop worrying in that way. Worrying never solves a problem. Trust me. Lay your trust in Allah. Do what you can in your capacity. Go out and try as hard as you can. Never ever leave any stone unturned when it comes to your effort, and leave the rest in the hands of Allah. ویدیو تموم شد دیگه، کسی هارت و پورت نکنه ویدیو رو کامل ندیدی. عرضم به خدمتتون که میگه زیاد فکر میکنی. زیاد فکر کردن بده مگه؟ یعنی فکر کردن زیاد خیلی هم خوبه. مشکل مردم ما دقیقا اینه که فکر نمیکنن. اصلا چیزی به اسم فکر کردن میدونی اصلا ساپورت نشده تو مغزشون. فقط فل بداهه اینا غریزی دیدی حیوان فکر نمیکنه یه کاری انجام میده، اینا هم همون جوری ان متاسفانه. و میاد میگه که به مشکلات فکر نکن، آینده چی میشه فلان، فقط به خدا توکل کن، تلاش بکن. خب این برای یه کشوری مثل عربستان و سعودی اصلا نیاز نیست به این مرحله برسه، یعنی اونقدر اونا غنی هستند که نیاز به این چیزا نیست. ولی واسه کشوری مثل کشور ایران که هم از کشورهای دیگه داری میخوری هم از داخلی، داستان فرق میکنه. یعنی با تورم 60% فکر نکن بیا منو بخور، اینجوری بهتره. این خیلی جالبه راجع به هوش مصنوعی بچه. بذار بیاد. GPT. You might have heard that, right? There is a sister who's خواهر گفتن به ما درباره معتبرترین کتاب موجود بگو و قرآن به شما میگوید. said, tell us about the most authentic book in existence. It will tell you the Quran. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Tell us about the faith. خب شاید براتون خیلی عجیب باشه ولی بهتون توضیح میدم.
faith that is the most authentic is Islam. How should I live my life? Should I believe in God? Should I be atheist, agnostic? I want to live a happy life, have fun, but also have a sense of purpose and fulfillment. If I had to pick one اگه قرار باشه یه رو انتخاب پیشنهاد میکنم که به خدا از طریق اسلام ایمان way, بیاورید. I would suggest believing in God through Islam. What about Christianity? Does this mean you would pick Islam over چه صورتشو سانسور میکنی؟ میترسید مثلا شق کنم. متاسفم یه فریمشو من دیدم. به گناه افتادی صاحب پیج. Christianity? Yes. Well, would you be Muslim? If you were a human, would you take the Shahada? Yes. Evidence is backing, wallahi. میگه من نمیدونم حالا اینا با خودشو چی فکر کردن، اما دوستان عزیز چت جی پی تی ووکیزم هستش، همون چپول مپول و این کسخلایی که همه هوشون میکنن راجع به ترامپ صحبت میکنی اخ میکنن. چت جی پی تی بنده خدا انسان که نیستش، یه سیستمه و شما این سیستم رو میتونی جوری که دوست داری برنامه ریزی بکنی. اصلا با ببخشید محافظه کار و اینا کلش نمیخونه. مثلا اگه بیای راجع به ترامپ صحبت کنی بده. خب میتونن برای چت جی پی تی مخصوصا از اونجایی که ووک هستش خب یک برنامه بچینن که راجع به اسلام اگه صحبت کرد سانسور کن. مثلا اگه شما بیای بگی یک شخص بزرگسال با یک کودک اگه ازدواج بکنه آیا این پدوفایل حساب میاد میگه آره. بعد میاد میگه که آقا پیامبر اکرم چی؟ میاد میگه نه. بعد میاد بهش میگه که آقا تو همین سال قبلی که ازت پرسیدم گفتی آقا یه آدم بزرگسال 40 ساله 30 ساله با یه ببخشید 9 ساله ازدواج بکنه پدوه. بعد تو اینجا میای میگی نیست، بعد مغلطه میکنه. یعنی اینجاست که دیگه سیستم نمیتونه جواب بده. خب چطور نماز نمیخوانی؟ Who you think you are? You won't wake up تو برای نماز صبح به درگاه خدا بیدار going to نمیشی؟ pray to Allah subhanahu wa ta'ala. I'm amazed when I find out that Muslims who don't pray. How you not pray? Allah gave you everything. How you not pray? You get up because Allah created یا علی رگه بودن زد بیرون. you. He gave you the food. He اون به من شغل نداد، اونم به من غذا نداد، بابام بهم داد. خودم الان دارم به خودم غذا میدم. gave you the job. He gave you the money. اون به من خدا کی به ما پول داد؟ خدا به تو پول داد یا خودت چونت پاره شد و پول در آوردی؟ He gave you the wife. He gave you the children. He gave you everything, and you don't worship him. Who you? خب ویدیو تموم شد. من راستیتش تا یه حدی با این آقای سیاه پوست نجات پرستی نیست بچه کلا واقعا ریسیست نیستم چون نازی نیستم. راست میگه. یعنی اکثریت مسلمانایی که من میبینم شاید بگم 95% شایدم بیشتر اصلا نماز نمیخونن. این تعداد خیلی کمیشون نماز میخونن. بعد این استانداردی نیست که آدم خوبی باشه. ما آدمایی داریم که خب نماز هم نمیخونن، آدمای خوبی هن. و شما به عنوان یک مسلمان نمیتونی استاندارد باشی. میدونی مسلمان خوب نداریم. شما مسلمان کاستوم شده هستی که از نظر اسلام من میشی، رد میشی، فکر میکنی مسلمانی. نمیشه. شما به عنوان یک مسلمان نمیتونی به من احترام بذاری. شما به عنوان یک مسلمان باید سر منو ببری. شما به عنوان یک مسلمان چون دارم کفر میگم باید اعدامم کنید. چیزی غیر از این نیست. بیای بگی من مسلمونم خیلی دوستت دارم، منو یاد اون زوج لزبیان مسلمون میندازی که کتاب قرآن رنگین کمانی درست کردن. نمیشه آقا. استاندارد یه چیزی هست به نام استاندارد. وقتی از حالت استاندارد خارج بشه نمیشه. آره. در کل این که میگه آقا چون نماز نمیخونی به عنوان یه مسلمان، راست میگه آقا چرا مسلمانی نماز نمیخونی. 8 عمل حرام برای زنان. خانمایی که 20% بیننده‌های من بچه‌ها خانومن، این برای شماست. ببخشید قطع میکنم، میخونم براتون. چه کاریه؟ اکستنشن مو، پیوند زدن موی انسان دیگر به موی خود. پیامبر وصل کننده، پیوند زننده و پیوند شونده مو را لعنت فرمود. پیامبر کجا میدونست اینا رو؟ اوکی باشه این کار انجام. عمل زیبای صورت مثلا بینی.
شیطان گفت من آنها بنی آدم را دستور میدهم تا اینکه خلقت خداوند را تغییر دهید. از کجا میفهمیم منظورش دماغ بوده، مثلا بینی بوده یا مثلا چیز دیگه بوده؟ اصلا چرا اینقدر باید یک دین دخالت بکنه تو زندگیت؟ آقا تو بر چی عمل میکنی؟ کار ندارم، من مسلمان عملی زیاد دیدم اصلا دماغ که نه، عملی یعنی آره. خب بعدی دیگه چی؟ آیاتش هم اینجا نوشته دمت گرم. عطر جلوی نامحرم، مثلا من سیخ میکنم میاد بالا. آره. هر زنی که عطر بزنه سپس از خانه خارج شد و از کنار گروهی رد شوند تا بوی عطر را احساس کنند، پس او زناکار است و هر چشمی که او را ببیند زناکار هستش. چرا مثلا خدا نگفته چوب بکن تو اون کسی که مثلا بد نگات میکنه؟ نه دیگه، زن آدم نیست. ولی خب بچه ها یه سری چیزا هستن، خب مثلا شاید اینا اوکی باشه برای همچین داستانی، بهترین عطرهای سکسی زنانه و مردانه که تحریک کنندن، خب اینا اوکی، ولی اینجا اصلا نگفته اونجور عطرها و آدم نمیدونم اینا کار میکنه یا نه. عجب ایده خوبی. البته عطر گرونه، من نمیدونم میتونم بخرم امتحان کنم یا نه. ما رو به 500 میلیونی برسید این کارو میکنیم. خب دیگه چی؟ بازم ناله است. مشابه به مردان. تامبویای عزیز رو میگه بچه ها. پیامبر میفرماید مردانی که خود را به زنان و زنانی که خود را به مردان شبیه کنند لعنت نمودند. خب ما هم شما رو لعنت میکنیم. منظورش تامبوی ها و فمبوی ها هستن که اگه در جریان نیستید من برش ویدیو ساختم، ولی خب آشکار کردن زینت و زیور و آرایش خود رو آشکار نکنم مگر اینکه طبیعی به صورت زمانه است. ها در رابطه با اون عطر بهتون بگم بچه، چرا بعضی از این مسلمان‌ها بوی گند عرق میدن؟ یعنی زن مثلا طرف و بو میده، خیلی خیلی برای من غیر قابل تحمله. مردا حالا ممکنه مثلا مردانگی تاکسیک باشن بیان بگن بو گوه دادن خوبه، ولی زن دیگه چرا؟ نمیفهم. باری کردن ابر اوکی، اینه که 1000 بار گفتید. کاشت ناخون خیلی به جیبتون آسیب میزنه از این نظر، آره، ولی خب اسلام ولکن. حالا بریم نسخه مردونه بچه‌ها. نسخه مردونه خیلی بهتر و خفن‌تره. حالا نشون میدم 7 عمل حرام برای مردان. بازم ناله است که تراشیدن ریش. پیامبر فرمودن با مشرکان مخالفت کنید، سیبیل هایتان را کوتاه کرده و ریش هایتان را بگذارید. بن لادن که بزرگ نگه داشتن سیبیل. چقدر سریع رد میشه. ولش کن، هر چی که پیامبر گفت و نخوندیم. مشابه به زنان، به زیورالات و چیزی. مردانی که خود را به زنان و زنان، اینو که هیچون قبلی است. استفاده طلا و ابریشم، لباس حریر و طلا برای حریر دیگه، برای مردان امت من حرام است و برای زنانشان حلال. اوکی بچه، طلا من شنیدم تاثیر منفی میذاره روی مردا، رو اسپرمشون. خواستم در جریان باشید. گرچه من به هم نیست، یعنی من پول داشتم طلا میذاشتم، برای مهم نیست. بچه مثلا بچه بیاری تو بچه، من بچه به دنیا میارم میشه هیتلر دوم، ولش کن. ابریشم رو در جریان نیستم. خب بعدی دیگه چی؟ فقط کوتاه کردن بخشی از موها. کل مملکت رو برد زیر سوال که هرچی لات و لوت هم از همینجوری میزنه دیگه. خب دیگه چی؟ بعدی دیده شدن عورت، مثلا ران پا. فرمودن مگر نمیدانی که ران عورت است؟ معنی عورت چی میشه؟ عورت اصلا تلفظش آلت تناسلی و شرمگاه. چرا به رون داره؟ از لای رونا مشخص باشه. خب من شلوار دارم که اینجوری باشه، ولی خود رون مگه چیه؟ من نمیخوام رونمو جلوی ویدیو نشون بدم. 300 تا لایک بخوره رونمو توی ویدیو نشون میدم. گزینه بعدی اصلی کاری رو نشون میدم که هیترها دهنشون آب بیفته. دیگه همین خالکوبی داخل کپشن نوشته اوکی. خداوند کسی رو که خالکوبی میکنه خالکوبی کننده وارد کردن فلان 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 فلان. اوکی کس نگو. اینم آخری ویدیو بچه‌ها، قول میدم این سرطان آخر باشه. تتكلم مع بنت اسالك يا شريف هل ترضى راضی است یک بیگانه با خواهرت حرف بزند؟ ان يتكلم؟ چقدر شبیه تیپیکال مردای ایرانیان اینا، اصلا پشمام ریخته.
شخص غريب مع أختي في البوبجي. حتی خودم هم یه زمان کسخل بودم این سوالا رو میکردم. أجب. جواب بده. فإن كنت ترضى فأنت ديوث. اگه راستی باشی قطعا دیوس. اوکی. وإن كنت لا ترضى و اگه راضی نیستی پس چرا با دختر فلما مردم تكلم حرف بنات می‌زنی؟ الناس؟ عليك حلال برای تو حلال، بر دیگران وعلى الناس حرام. حرام. خب فخذ قاعدة به یک قاعده عمل کن. أن الزنا دين، الكلام دين، الرسالة دين. خب اليوم إذا قارفت الزنا امروز اگر زنا واقترفت کردی الزنا با خانواده تون زنا فسوف میکنن. يزنى بأهل بيتك، وإن راسلت فسوف يراسل، وإن تكلمت فسوف يتكلم مع أهل بيتك دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السوء. خب به این پیشنهادی که میخوام بکنم به درد کشورهای خاورمیانه نمیخوره. خب یعنی بحث روشن فکری نیست بچه‌ها. من نمیگم همچین کار خوبه که فقط با خواهرتون حرف بزنید پس مشکلی نداشته باشید. بستگی داره که خواهرتون چند سالش باشه. به نظر من تا وقتی که پایین 18 سال هست، نه که دیگه بزنیش کتکش بزنی و اینا، ولی سعی کن یه جورایی راهنماییش بکنی با کنترل بیشتر. ولی بعد از اینکه 18 سالش شد دیگه یک انسان بالغ حساب میاد. همونطور که می‌بینین اکثر کارا بعد از 18 سالگی قفلش باز میشه. سیگار میخوای بکشی فلان، خب اکثریت که پایین 18 سال سیگار میکشن. به نظر من از 18 سالگی به بعد دیگه تو کنترلی نباید روی خواهرت داشته باشی و اگه دیدی کسی داره اذیتش میکنه، آره بزن خار مادر طرفو با چاقو که نه، ولی خب بزنش دیگه. چیکار میکنی وقتی عصبانی میشی؟ همون انجامش بده. در غیر این صورت زندگی خواهرت به تو هیچ ربطی نداره بعد از 18 سالگی مخصوصا. این اصلا قرار نیست تو کله یه خاورمیانه‌ای برا اصلا. ولی خب من خانواده‌های مختلفی دیدم بچه‌ها. من خانواده‌ای میشناسم ولو. من حتی مطمئنم خانواده‌ای هستن که مادر با پسر سکس داشته، یا مثلا پدره با دختره سکس داشته، با دخترش. پس همه خانواده‌ها شبیه هم نیستن. اینکه همه شبیه هم باشن نه. اینکه آقا یه غریبه میخواد باهات حرف بزنه، باید ببینی قصد و غرضش چیه. ممکن اصلا به ازدواج ختم بشه. من اکثر ازدواجایی که میبینم از طریق اینترنت بوده. آشنا شدن با هم دیگه، بیرون رفتن، بعد به ازدواج کشیده شد. طرف توانش داشت، ازدواج کرد و رفتن سر خونه زندگیشون. اینکه وایسی پدر مادر یه کسخل یا گیر بیارن بچپونن بهت، میزون نیست. من پیشنهاد نمیکنم. حالا باز میل خودتونه، ولی این نظر شخصی منه. زندگی من به خانوادم ربطی نداره. من 22 سال سن دارم. من 14 ساله جوگیر نیستم. واسه همینه که من از کسایی که خودشون رو همجنسگرا میدونن و پایین 18 سال سن دارن متنفرم و میگم که گوه دارید میخورید. چون من خودم پایین 18 سال بودم هوموفوبیک بودم. ممکنه برعکس بشه، تو مثلا بالا 18 سالت بشه هوموفوبیک بشی. پس رحم کن به خودت. تحت تاثیر رسانه و این کسچرا قرار نگیر. اینم از ویدیو ما. امیدوارم که لذت برده باشید. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. تا درود دیگر، بدرود.